ما اومدیم این دفعه با پاپایز. دفعه پیش با آشغال بود، الان با پاپایزیم. حاجی پاپایز واقعا گاده حاجی. وای. بعد آقا بزرگترینشو تقریبا من گرفتم. آره دیگه بزرگترینش بودش. این یکی ادیتور میدونم واقعا دلت میخواد ولی اصلا برام مهم نیست. تو که رفیق منی. میدونم الان میگی ایول کوفتش بشه. فهمیدین حد زدین این چیه داخلش؟ وای حاجی از این سساش حتما بگیرید. واقعا هر موقع پاپایز گرفتید این این اصلا عشق سس. و آقا این تمام شد دیگه. و بیا باره پایین دیگه. دوتا ساندویچه. چقدر داغ. تقریبا 8 تا ناگت، 2 تا فیله است. 2 تا فیله. خیلی دوست داشتم که با هم دیگه بخوریم ولی قطعا اونقدر نه. این ناگتاشه و ناگتاش فرق داره. تیکا مرغ مثل پاپکورن مرغی. حاجی یه لحظه اصلا اینطوری نمیشه حاجی. این فرق داره سسش. نه اینو نگیرین حاجی. ببینم همینه. نه اونو نگیرین خیلی آشغاله. من دفعه قبل چی گرفته بودم پس؟ من که نگرفتم دوستم گرفتنی. خیلی کثافت بود. حاجی یعنی ناگتمو زدی به فنا دادی. یک دونه ناگت به من طرفداری. این ساندویچشو بخورم. خیاشور 3 عدد. حاجی هیچی نداره جدی. چی نداره. گوجه گذاشته خیاشور و این. بعد من گفته بودم مایونزم بریزه داخلش. نداره هیچ مزه‌ای نمیده. مکدونالد به جرئت میگم، برگر کینگ به جرئت میگم بدون سس عالیان، ولی پاپایز اصلا خوب نیست جدی. حیف پول جدی میگم حیف پول. واقعا نگیرین. دفعه قبل دوستم سفارش داده بود و من هیچی راجع به پاپایز نمیدونستم. میخواست منو تست بکنه. خب گفتش بیا من هر چی میگم بگیم. گفتم اوکی. $30 دادم. همینو گرفت. ولی فرق داشت. مثلا خودش یه چیزایی تیکاشو میزد توی اپلیکیشن و اینا که آقا داخلش چی باشه چی نباشه. ما زبونشون رو بلدم همینطوری زدم. تخت مایونز هم زده بودم. اصلا خوب نیست ولی شکمو سیر میکنه. این میفهمم که پروتئین میرسه. چیزی که برامون مهمه اینه که فقط سیرمون بکن. اصلا خوب نه. سیب زمینیش هم که نمک نداشت و تازه نبود. سیب زمینی هم مثلا سیب زمینی اکوره. از 1 تا 10 میخوام اول به سیب زمینیش بدم. 1 تا 10 2 رو میدم به زور به خاطر اینکه نمکش اوکیه. ساندویچش از 1 تا 10 3 رو میدم. در این حد میگم جدی میگم به خدا دارم میگم. ناگتش خوب بود خدایی. نمره 7 رو میدم و به خاطر اینکه تازه نبود اون سوخاریاش. نمکش خیلی زیاد نبود اوکی بود. بس یعنی کافی بود. میریم سراغ همش گوشته. همش نمک و مزهش خوبه. وامونده سوخاریش آخه کافی نیست. سوخاریش یعنی تازه نیست. خرچ مثل ایران خرچ نمیکنه جدی. ایران بست غذاش. حاجی من سس اشتباه رو باز کرده بودم. آره این همینه. بوفالو سسشو نگیره. این بوفالو سس من الان داشتم میخوندم روشو. ببین نوشته چیپاتله. وای این عاشق این سسشم. یعنی ببین زندگی رو بهم میبخشه. وای ببخشید. حیف که دارم ریکورد میکنم وگرنه بی‌آبرویی میکنم. از اولش لیست میزدم تا آخر. دوباره تا موقع حدس بزن داخل این چیه؟ داخل این پلاستیک چیه؟ آقا راست میگن نوشابه زیرو بیشتر ضرر داره تا نوشابه اونی که قند داره. میگن که قند مصنوعی داره. قند مصنوعی خیلی ضرر داره. به جرئت میتونم بگم اگه انمزه ترین هم باشه و بی مزه ترین غذا هم باشه با این سس خیلی خوشمزه میشه. جدی میگم. الان مزه گرفتی بی شرف. بچه‌ها میخوام یک 200 IQ بهتون نشونم. مثلا یه جا هستی غذا چی قاشق چنگال نمیاد. خب اینا اینطوری میکنیم سفتر شه. میزنی تا ته. یا الان
با دلتون نخواد جدی، ولی مال ایران خوشمزه تره جدی میگم، اصلا ناراحت نشید به خدا دارم میگم. فقط همین البته این سسو توی شبدیز مشهد داره حاجی، دقیقاً همین سسو، توی شبدیز الان یادم اومد، برید بگیرید ازش. سس مخصوص شبدیز نارنجی رنگه جدی میگم، اونایی که مشهدن خداست این سس با زغالی برگرش حاجی، زغالی برگر شبدیز زندگی بهت عطا میکنه، زندگی بهت برمیگرده، زندگی بهت میپیونده، زندگی حاجی عالیه جدی میگم به خدا عالیه. چرا بزرگ گرفتم؟ البته اینو بهتون میگم اینا یه سیاستی دارن، سیاستشون اینه مثلا یک نفره همین تقریبا میشد حاجی، من اینو خریدم $15، عذر میخوام $15 تک نفریش میشد $10. آقا 2 نفری بخری خیلی بهتره که شبم میخوری دیگه. منی که اصلا حوصله ندارم شام درست بکنم حاجی، نونه هیچی نداره ولی با این سسه ها دیگه آجی همشون هم دیگه فرش نیست غذاشون، جد فرش دیروز میگفت تازه. حدس بزنی داخل این چی جایزه داری؟ جدی میگم یه پاپایز مهمون من، جدی میگم یه پاپایز مهمون من، یه پیتزا مهمون من، سگ توش. حدس بزن چیه؟ الان ادیتور از اول ویدیو تا آخر ویدیو رو همین زوم میکنه، فقط بگه چیه داخلش. این پیتزا میخواد. ادیتور من از من یه پوکر برد $10 ریال گرفت، یه پوکر گیم آنلاین $10. من اینا نباید بهت بگم، خودت باید خجالت بکشی، اصلا پوکر شرط حرامه. بهشم گفتم حرامه، گفت از کارفرما پول بکنی حلاله. ما ادیتور داریم اینا ادیتور نه جدی ها خودمونیم، حالی که من به ادیتور تامنیل زنام میدم هیچ کی نمیاد. نه ولی خدایی با خودم حال میکنم. چرا هر کسی میخواد فست فود بخوره دستش میلرزه؟ نگاه به خدا دستم الکی نمیلرزونم، دستم میلرزه. شاید به خاطر یه چیز دیگه است. این چی میتونه باشه؟ چرا الان این اومد به ذهنم؟ اصلا من تو فکر میرم گرسنم میشه، عصبی میشم گرسنم میشه، خندانگی گرسنم میشم. لعنت به این زندگی، هر کار میکنی گرسنت میشه. وضع سیب زمینی و ناموسن. حالا فردا پاپایز میاد از ما شکایت میکنه تو براش ریاکت رفتی به غذای ما $2 میلیون پیاده شد، وگرنه میری زندان. برو بابا، ما ایران زندگی کردیم ما. آه در کل 2 تا ناگت خوردم، 4 5 6 7. حاجی چقدر دقیقم میندازن. خب گوش یک دونه اضافی میذاشین دیگه. الان اصلا یه دونه کم میذاشین وای ما یادمون رفت ببخشید. یه دونه اضافی میذاشین حواستون بود پولشو میگرفت. وای من خیلی حاجی شاسکولم جدی میگم، من خیلی شاد. این علامت خدا بود، گفتش که به خودت بی‌احترامی نکن فرزندم، به خودت بی‌احترامی نکن بنده من. بعدش شاسکولم میگم به خاطر اینکه من این سس بوفاله، من خر نفهمیدم این سس بوفاله، نخوندم روشو. فرقشو ببینید این روشن‌تره از این. نکن چیپاتله نمیدونم اسمش چیه دقیقاً، ولی ما میگیم چیپاتله. حاجی خیلی سسش خوشمزه است. به خدا دلتون نخواد، واقعا کاری نمیکنم که دلتون بخواد، جدی میگم واقعا دلتون نمیخوام. وای خیلی عالیه. نمی‌دونم چرا اینطوری میکنم. یه دوست حیوانی دارم مسیحه، میشناسید دیگه، خیلی آدم حیوانیه. ادیتور بولدش بکنین اسمو، خیلی مسیح حیوانه. من نمیتونستم از خونه برم بیرون و نمیتونستم غذا ایرانی مثلا قرمه سبزی درست بکنم اینا. مسیح حیوان توی دیسکورد میومد ملچ مولش میکرد، وای عجب غذایی. حاجی یه شب این حیوان ما میمیرم برای گوجه سبز، یعنی حاضرم سرنگ هوا بزنم. اومد گوجه سبز، گیلاس، آلبالو، از این آلو چیزا، این گوجه قرمز هستش برعکس گوجه سبز قرمزه. حاجی من اونا رو وای حاجی من هیچ وقت کاری نمیکنم که کسی مثلا از اینجا دلش چیزی بخواد، اصلا همچی کاری نمیکنم. ولی اینا نه آقا خودمونیم دیگه. خدا وکیلی شما بخواین بیاین مسافرت، خب مخصوصا اونایی که میرن مدرسه، من مثلا مدرسه میرفتم خیلی راحت بود، ولی دیگه دانشگاه که رفتم نمیتونستم واقعا. هیبا وثیقه میذاشتم، هیبا فلان میکردم. فکر کنم مثلا من میخواستم مهاجرت بکنم، دقیقاً 20 روز تا یه ماه زمان برد. کار پاسپورت کردم، رفتم اداره گذرنامه ثبت کردم، پاسپورتم بیاد گذرنامه دیگه. رفتم دانشگاه تا بیا چیز کن به
بمالو واسه خانومه و بیا لیست بزن و نمیدونم صحبت بکن، فکر کن همون پروسه 3-4 روز فقط اون طول کشید. مثلا بیا بر دانشگاه فلان کن حساب کن. مثلا باز اون موقع خورد به ایام تعطیلی و اینا داغون شدیم. مثلا خدایی می‌خواستم مهاجرت کنم، خیلی سخت بود جدی میگم. و یک عدتون اومدید به من میگید که مثلا خدایی دلم میگیره دیگه اینجا کوچیکه، از کجا رسیدیم به کجا. میگید من میگم آقا من واقعا مسافرت نیازم و واقعا مسافرت نیازم، ان شاءالله میرم یه ماه دیگه و این ویدیو دارم برای همون میگیرم که رفتم دیگه آزاد باشه دستم. عرضم به حضورتون اونجا قراره یه ویدیو سکسی بگیرم براتون، سکسی. بعد یه عدتون مثلا میایین به من میگین مسافرت ما زندگی شماست، یعنی تو مثلا خارجی اشغال. آقا اشغال چی به قرآن؟ من اینجا یه بار تو عمرم رفتم کلاب که مثلا بخوام چیز کنم، امتحان کنم، یعنی بازم بشه میرم، ولی واقعا آدم کلابی نیستم، حال نمیده بهم، خدای حال نمیده بهم. ببین تا فردا صبحش نمیتونستم بشنوم خوب چیز، کنار اسپیکر بودم، اسپیکرهای کلابام که داداش کوچولو که نیستش، جی وی ال اینا حاجی میزد، من اینطوری میشدم، اتومات همینطوری میشدم. نگین دیگه آقا، من بدم میاد جدی میگین مسافرت ما زندگی شماست. به خدا که نیست، من خیلی آدم محکمیم، چش نکنم خدا ماشاءالله ان شاءالله خیلی آدم محکمم. ولی هر کسی که جای من بود تنها دیگه، خب هر کی جای من بود به قرآن 6 ماه نمیکشید، میرفت برمیگشت ایران. همه همینو میگن، همه اینجا هستن ایرانی‌ها میگن تو چجوری دووم میاری. قبل از هر چیزی بگم به کانال تلگرام منم جوین بشید، سیگنال ترید. فقط شما نیاز به مدیریت سرمایه دارید، نمیدونی مدیریت سرمایه، با هزینه خیلی ناچیزی میتونم بهتون آموزش بدم، مدیریت سرمایه، مدیریت پوزیشن و مدیریت احساساتتون. لباتو لوله کن، خونساد میشه. تو این تایم مثلا انقدر رفتی تو ضرر، بعد چیکار کنیم؟ فقط چیکار کنیم؟ حواسم هست بهتون و حساباتون حواسم هستش، نگران نباشید که ایشالله مثلا به روز بدیم. به ادیتور میدم، لینکش هم میذارم تو دیسکریپشن به کانال ترید من که روی طلا فقط هستش و بهتون یاد میدم چجوری دلار بخرید، مثلا چه قیمتی باشه، صرافی داره تو پاچتون میکنه یا نمیکنه، طلای آب شده چجوری بخرید، ارز دیجیتال هم بهتون میگم که مثلا رو چه قیمت، همه تحلیل‌ها رو انجام میدم براتون، نگران نباشید. داخل چنلمون هم بیاین، دستتون نکنم. خوب بود بد نبود، ولی با این سس عالیه چیپاله دوستتون دارم.